سلام بچه ها. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام بچه ها، خوش اومدید به اولین ویدیوی آموزشی ما اومدیم امروز با ساخت یک دستگاه ماشین زمان. تا آخر ویدیو با ما همراهی کنید تا یاد بگیرید ماشین زمان را بسازید. بچه ها ما اومدیم ماشین زمان بسازیم. امیدوارم که حمایت کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. شروع میکنیم. اول از همه ما باید از این بلاکا 1 2 3 تا از این بلاکا میذاریم. بعد از اینجا 1 2 تا بلاک. بعد ما از این بلاکا 1 2 تا از اینجوری میذاریم. بعد اینا رو چیز میکنیم، میکنیم وسطیشا. بعد ما اینجا یک کامل بلاک میذاریم. خب کنار دقیقه. بعد ما اینجا 1 2 3 تا 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خب به همین ترتیب. بعد ما این بلاکامون رو برمیداریم میذاریم روی اینجا. بعد از این شیشه ها میذاریم این کنارا. خب از این شیشه ها میذاریم. بعد از این درا میذاریم اینجا. یه دونه پله هم میذاریم اینجا. خب ما اول این سقف این بلاکو، سقف این اتاقمون رو میذاریم. بعد بیکن یه دونه اندروید هم روش که این شکلی شبیه ماشین زمان بگیر. بعد ما از اینجوری میذاریم از این دکمه ها. خب این شکلی که شد. بعد حالا اینا رو این شکلی میذاریم. بچه ها از این آیتم فریم نوردارا میذاریم با ساعت. بعد ما الان کارمون اینجا تمومه. باید ما اینجا رو باید بذاریم، اینا رو باید بدیم پایین. بچه ها اینا مهم نیست، اگه نذاشتم طوری نیست، اینا برای قشنگیشه. خب بچه ها اینجا ما باید شیفت بگیریم، یعنی هم حالت نشسته. بعد اینجوری میذاریم که شبیه چیز بشه ماشین زمان. این شکلی. خب همین کارو واسه هر 4 طرفش انجام میدیم. خب بچه ها راستی میخواستم بهتون بگم که هر چیزی خواستید به ما بگید تا آموزشش رو بذاریم براتون. بچه ها آموزشش رو میذاریم، هر چی بگید تو کامنت ها آموزش میذاریم. خب بچه ها اینجا اتاقمون کامل شده. الان باید بیایم توی اتاقمون. اینجا یه کامندی رو باید بنویسیم که من نمیتونم بنویسم، خودشو براتون تو دیسکریپشن مینویسم. خب حسین بیا کنار. امیر علی الان مینویسه که باید بچه ها بنویسید چی بود اولش؟ خودشو براتون تو دیسکریپشن مینویسیم. خب بچه تو دیسکریپشن مینویسیم براتون. الان کامند ما درست ببخشید بچه ها اشتباه شد. باید این رنگ این آبی میشد. چند لحظه. خب بچه ها الان درست شد.
ما بیش کردیم. الان باید بیام یه دونه از این دکمه از اینا میذاریم روش و یکی روی دکمه ای بچه‌ها ببخشید من یه حروف کد اشتباه زدم. الان کد حروفشو فهمیدم، دوباره یادم اومد و دوباره زدم. نرا توش کدش وایسا هم ببینم. براتون تو بکنم ببینم. دیسکریپشن مینویسم. بکنم. تو چرا کامنت اشتباه زدی ها؟ بگو به من ببینم. بگم باید کلی سرتو ببره؟ بگم؟ الان گریه کنی. همینطور که میبینید یا خدا روز شب میشه. بچه ها این هم برای ماینکرافت گوشی کار میکنه، هم برای ماینکرافت کامپیوتر بدراک و جاوا. همینطور که میبینید خیلی عالی روز و شب میشه. خب بچه اگه ها از این سبک ویدیو خوشتون میاد و آموزشی لطفا کامنت بذارید و هر چیزی هم که میخواستید ما براتون درست کنیم کامنت بذارید تا ما واسهتون درست کنیم. با تشکر. خب بچه ها یه دقیقه بیاید پیش من، کار دارم. بیاید یه دقیقه اینجا. بیاید نگاه کنید یه دقیقه این بنده خدا را. بای بای. خداحافظ.